زندگیتون حذف کنید. اعمال باید برای خدا باشه دیگه. نماز برای خدا، روزه برای خدا، حج برای خدا، کربلا برای خدا، کمک به فقیر برای خدا، همه اینها باید برای خدا باشه. اخلص لله عمله و علمه، حتی علم خودم برای خدا بیاموز. ممکن اینجا دوستا بگویم که به تعبیر از قوما که به من گفته بود دم از این جناب شیخ راسته، ما اینجا سخنرانی کردم، یک کسی جوانه شوخی میکرد میگفت این ملا دمش راسته. حالا نگید این حرف شما، حداقل نگید من مهمان شما، ولی شما رو میگم حتی علم خودم برای خدا، درسم که میخوانید برای خدا، درسم که میخوانید برای خدا. من کار به مکتب دانشگاه فعلا ندارم، چون اونجا فرق میکنه روحیات. من طرف حرفم طلبه های علوم دینی، حوزه علمی است، های رفقا. شما تلاش کنید برای خدا بخوانید. خب معرف برای خدا خواندیم، اهل و عیال چی میشه؟ زن و بچه چی میشه؟ میگم اونو به خدا بسپارید. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری دارد. تو به خدا بسپار، به خدایا من کارم رو برای تو میکنم، تو زمینه های تأمین اهل و عیالم رو فراهم کن. این مراجع تقلید رو کی حمایت میکنه؟ علمای خدوم رو کی حمایت میکنه؟ اینا که درآمد ندارن. از چه طریق؟ این شهریه حوزه های علمیه از چه طریق تأمین میشه؟ خدا خودش اینا رو فراهم میکنه. علما اینجا طرف حضور در علامه امینی رو میشناسن. علامه امینی میگه من تازه ازدواج کرده بودم، رفتم نجف که درس بخوانم، خانه پیدا نمیشد. یک عربی یک خانه بالا سر خانه خود داشت، به من کرایه داد با دو شهر. شرط اول گفت مهمان نیاری که من جا ندارم، حوصله ندارم. شرط دوم طفل داشته باشی، من سر و صدای بچه ها رو دوست ندارم. میگه من تازه ازدواج کرده بودم، خانم یافت نمیشد، با همین دو تا شرط قبول کردم. بعد مدتی خانمم حمل گرفت، قرار شد یک طفلکی به دنیا بیاید. این خانمای تبریزی که در نجف بود، رفتم اینا رو پیدا کردم که بازارم کمک کنه طفل خود به دنیا بیاره. میگه وقتی نصف شب شد، گرویای مهمان و سر و صدای طفل، یه عرب من طلبید که شیخ عبدالحسین بیا پایین تو رو کار دارم. میگه من رفتم پایین، گفتم برای امر بفرمایید. گفت مگه نگفتم مهمان نیاریم؟ من اگر نگفته بودم طفل نداشته باشی، چرا طفل داری؟ چرا مهمان داری؟ چرا خانه هم ایالا نمی کنی؟ اضافات شرط باطل مشروط کشو برو. میگه این عرب اینقدر مرا منت کرد، اینقدر مرا توهین کرد، اینقدر مرا تحقیر کرد. نزدیکی های اذان صبح که شد، وضو گرفتم رفتم حرم امیرالمؤمنین، نماز شب خدا خواندم نزدیک زینی. بعد رو رو به زینی کردم، گفتم یا علی مهمان نوازی همینه. من آمده بودم که درس بخوانم، من آمده بودم که برای شما کار کنم، من آمده بودم که تبلیغ دین خدا رو کنم زیر پرچم تو یا علی. یک عربی که سر و تهش رو بسنجید 10 روپیه نمیارزه، این شب تا صبح من منت کرده، توهین کرده. من شیخ را، من طلبه را، یا علی مهمان نوازی همین بود. دیگه همین رقمی نماز صبح که خواندم، گریه آلود از حرم خارج شدم، نزدیکی های خانه که رسیدم، یک آقای از پشتم بوده و آمد. گفت شیخ عبدالحسین امینی استاد شدم. یک کاغذی رو در آورد، گفت این کسی به شما فرستاده پوله، برو از فلان حواله داری بگیر. میگه نگاه کردم دیدم 20,000 ریال عراقی. ای بابا، همون پول یک خانه میشد. میگه خیلی خوشحال شدم، گفتم امیرالمؤمنین شفاعت مرا پیش خدا کرد، کار انجام شد. میگه رفتم دوباره حرم، به امیرالمؤمنین گفتم یا علی اینه که فلانی حاجی فرستاده، اسمشم اینجا نوشته، تو کار خود بکنی، اینو به حساب خود نگذار. میگه همین بیادبی رو کاش نمی کردم. از حرم خارج شدم که برم سمت حواله‌داری، جیبهای خود هرچه پالیدم دیدم این کاغذ نیه. دوباره برگشتم گفتم یا علی ادب میکنی مرا،
حالا ما بیادبی کردیم، این بچگی کردیم، ادب میکنیم ما را، این گونه مجازات میکنیم ما را. توبه کردم، استغفار کردم، خدایا مرا ببخش که نسبت به ولی تو و حجت تو بیادبی کردم. میگه همین رقمی که از حرم خارج میشدم، یک خادمی آمد به پشتم زد که شیخ عبدالحسین، من این صبح که حرم جارو میکردم این کاغذ رو پیدا کردم، این کاغذ مال تو نگاه کردم دیدم همه حواله داریه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری دارد. سلامت عقلی مان تا خدا توفیق بده در یک جلسه دیگه عرض کنم. خدایا این جلسه امروز را قبول کن، این زحمات را خدایا بی مجرا نگذار. نزولاتی که مصرف